مسئولان شورای حقوق انسانی نزد پرزیدنت روسیه از نقض حقوق مهاجران بازداشت شده توجیک اسنای جنجال مربوط به لاتوکوب نوروز زیکیروف اظهار تشویش کردند. کردها میگویند که تصمیم برگزاری نظرخواهی استقلال از عراق به بازگشت است. آنها میبایست که به نظرخواهی الترناتیو پیشنهاد کنند، اما هیچ اتفاق نیفتاد. و چرا زن توجیکی که بیش از 100 سال عمر دارد از روی خط کمک گیرنده ها خارج شد؟ من به نظر میگیستم که من امروز محتاجم، منتظرم، یا دهمند زورم، گشنیم، تشنیم، من چون به نظر نمیگیرد الله. برنامه را با تحولات اخیر در قضیه لاتوکوب یک مهاجر توجیک در مرکز سودای مسکو و سوی پاسبان‌ها شروع میکنیم. حادثه‌ای که 2 روز پیش اتفاق افتاد و باعث اعتراض ده‌ها مهاجران کاری گشت تا به شورای حقوق انسانی روسیه کشید. کارشناسان میگویند ظاهراً قضیه نوروز زیکیروف 27 ساله حل خود را مییابد، ولی در مجموع مشکل نقض حقوق مهاجران در این کشور باقی میماند. عبدالله شروف گزارش میدهد. نصف روزی روز جمعه 22 سپتامبر مرکز سودای لوبلینا دوباره به کار شروع کرد. تقریباً 4000 مهاجران تاجیک نیز که در این مرکز مشغول کارند به فعالیت پرداختند. روز 20 سپتامبر پس از لاتوکوب نوروز زیکیروف، ارابکش این فروشگاه ده‌ها مهاجران تاجیک به نشان اعتراض در نزد دروازه مرکز سودا جمع آمدند. آنها طلب کردند که عاملان لاتوکوب مهاجر تاجیک به جوابگری کشیده شود. گردی همایی مهاجران تاجیک روز 21 سپتامبر نیز تکرار شد و در پی این نیروهای امان دروازه فروشگاه را بستند. نیروهای انتظامی تجمع مهاجران تاجیک را پراکنده کرده تعداد از آنها را بازداشت نمودند. بعد از دخالت و مذاکرات سفارت تاجیکستان در روسیه با مقامات پلیس، شماری از بازداشت شده ها آزاد گردیدند، اما 42 نفر دیگر هنوز در بازداشتند. در همین حال مسئولان شورای حقوق انسانی نزد پرزیدنت روسیه از نقض حقوق مهاجران بازداشت شده تاجیک نگرانی کردند. این گروه مهاجران روز 21 سپتامبر پس از گردی همایی نزد مرکز سودای مسکو دستگیر شدند. دینیس نبیولین عضو این شورا روز 21 سپتامبر به خبرگزاری رسمی تاس روسیه گفته است 22 شهروند تاجیکستان یک شبانه روز بدون غذا در شعبه پلیس نگهداری می شوند. و جز این 20 نفر دیگر بنابر نبود جای در دالان شعبه جای کرده شدند. نمایندگان این شورا از وزارت امور داخله تقاضا کردند که حادثه لاتوکوب شهروند تاجیکستان را سنجیده درستی عملکرد پلیس برای بازداشت آنها را بسنجد. در یک صحبت ویژه با بخش روسی رادیو آزادی، کنستانتین ترویسکی حامی حقوق گفت: متاسفانه اکثرا مهاجران کاری درباره حقوق خود معلومات ندارند و نمیدانند که به کجا مراجعه کنند. آنها را با راه فریب و یا بدون آن به امضای سندهای وادار میکنند که در نتیجه آنها ناآگاهانه از دوایشان دست میکشند و بر علاوه در دادگاه روسیه به تامین مهاجران کاری از آسیای مرکزی با ترجمان زیاد میل نشان نمیدهند. پلیس مسکو در نسبت شرکتداران گردی همایی اعتراضی طبق ماده 213 و برای لاتوکوب شهروند تاجیکستان طبق ماده 116 کودکس جنایی روسیه پرونده باز کرده است. نوروز زیکیروف مهاجر لاتوکوب شده تاجیک عین زمان در بیمارستان رقم 68 بستری است و نزدیکانش میگویند احتمال تا هفته آینده رخصت شود. گزارش‌های مفصل درباره تحولات اخیر در بازار لوبلینوی مسکو را میتوانید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. روز پنجشنبه هنگام سخنرانی پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان در یک مهمانسرای شهر نیویورک گروهی سعی کرد برآمد او را خلل‌دار کند. در نتیجه زن و زنی به وقوع پیوست و اعتراضگران از تالار اخراج کرده شدند. در ماه می هم اثنای زیارت رهبر ترکیه از واشنگتن زد و خورد محافظان اردوغان با اعتراضگران آسایشته به عمل آمده بود. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. بسیاری از سیاستمداران جهان هشدار می‌دهند که خاورمیانه در روبروی بحران قرار دارد و آن به برگزاری نظرخواهی در کردستان عراق وابسته است. در راستای این همه‌پرسی که باید روز دوشنبه انجام شود، ترکیه و ایران و عراق مخالفت واضح خود را به این رفراندوم بیان کردند. آمریکا و سازمان ملل متحد هم لغو رایدهی را تقاضا نمودند. ولی مقامات منطقه مختار کردستان میگویند این نظرخواهی راهی بازگشت ندارد. خرمون بخوزاده موضوع را ادامه میدهد.
дар минтақаи Дахук ки дар шарқи Ироқ воқеъ аст ба нишони пуштибонӣ аз як райпурсии баҳсбарангези истиқлолхоҳии вилояти Курдистони Ироқ раҳпаймоӣ доир шуд. назарпурсӣ ба рӯзи душанбе 25 сентябр таъин шудааст. آنها میبایست که به نظرخواهی الترناتیو پیشنهاد کنند، اما هیچ اتفاق نیفتاد. дар овоздиҳии рӯзи душанбе ҳудудан 5 миллион нафар метавонанд дар ин минтақаи дорои захираи бузурги нафт ки ҳоло дар дохили Ироқ аз мухторият бархурдор аст ширкат кунанд. назарсанҷиҳои ахир мегӯяд ки дар Курдистон 80% ҷамъият тарафдори таъсиси кишвари мустақил мебошад. ما کردها اسرهای عصر زیر ظلم بودیم. ما باید برای دفاع از حق خود و تشکیل جمهوری کردستان متحد شویم. ترکیه و ایران از مخالفان اصلی برگزاری رایپرسی مختاریت هستند. آنها از فعالشوی نیروهای جدایی طلب کرد هراس دارند. در استانبول نمایش‌های اعتراضی دایر شده نظامیان ترک در نزدیکی مرز عراق مشق‌ها برگزار کردند. پارلمان عراق رایپرسی را غیر کانستیتوسیونی نامیده است. این همه پرسی نه تنها به امنیت عراق بلکه به تمام منطقه تهدید می‌کند. نظامیان پیشمرگه کرد برای بیرون کردن جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی از شرق عراق نقش کلیدی بازیدند. بعد فروپاشی ارتش عراق در سال 2014 نیروهای کردی برای حمایت شهر کرکوک فراتر از مرز کردستان عراق رفتند. حالا کرکوک و میدان‌های به آن نزدیک نفت به منطقه بحثی تبدیل شده. در صورت صاحب استقلال اعلان گردیدن کردستان میتوانند بحث‌های قومی را به وجود آورد. متاسفانه بعد از حمله به دفتر حزب مردمی ترکمنستان از طرف گروه افباشان سلاحدار نزاع به زدوخوردهای مسلحانه پیچید. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد هم از کردهای عراقی دعوت کردند که برگزاری رایپرسی را به تأخیر اندازند، زیرا آن میتواند مبارزه عراق را با جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی مشکل کند. مسکو از چنین دعوت‌ها خودداری میکند. شرکت روسنفت راهاندازی لایحه بزرگ مبلغ‌گذاری را که بر رشد ساحه نفت کردهای عراقی پیش بینی شده است اعلام کرد. همین طریق روسیه به بازیگری اصلی تبدیل می شود که کردهای عراق را برای صاحب شدن به مستقلیت مبلغ‌گذاری می کند، صرف نظر از آن که این عمل می تواند بحران نو را در خاورمیانه به وجود آورد. бармегардем ба тоҷикистон. дар додгоҳи исмоили сомонии шаҳри душанбе мурофиаи сайфиддин назарзода мудири собиқи китобхонаи миллии тоҷикистон идома дорад. ӯ ба нағзи қонуни танзим ва даъвати барзиёди меҳмонон ба ҳангоми баргузории маросими арӯсии писараш муттаҳам мешавад. назарзода дар рафти мурофиа намояндаи оҷонсии зидди фасодро ба он гунаҳгор кард ки дар тӯй ҳам ош хӯрд ва ҳам пинҳонӣ навор бардоштааст. намояндаи оҷонсӣ дар навбати худ гуфтааст ки ошро начашид. назарзода аввалин ходими давлатӣ аст ки аз рӯи қонуни танзим муҷозот ва аз мақомаш барканор гардид. ӯ аз оғози иттиҳоми оҷонсии зидди фасод дар бораи вайрон кардани қонуни танзимро қабул накард ва талош дорад дар додгоҳ бегуноҳ будани худро собит кунад. як зани рӯзгордида дар ноҳияи рӯдакӣ зоҳиран ба гӯшаи фаромӯшии мақомоти маҳаллӣ рафтааст. раҷаби сафароваи солхӯрда ки ба гуфтаи худаш 3 ҷангро пушти сар кардааст, ҳоло дар муҳтоҷӣ ба сар мебарад. исми ӯ феълан на дар рӯйхати камбизоатон ва на дар феҳристи афроди дарозумр зикр нашудааст. ҳамкорони мо кӯшиш намуданд ба асли қазия рӯшанӣ андозанд. як давлати баркамоле доштам ки ҳама мегуфт ки абдидо пеши қишлоқ мингичар будам ман. раҷаби сафарова ки ба гуфтаи худаш 107 сол умр дорад, дар як деҳаи дурдасти ноҳияи рӯдакӣ зиндагӣ мекунад. бо вуҷуди бузургсолӣ бе кӯмаки дигарон мегардад. шикоят дорад ки мақомот хидматҳояшро қадр намекунад ва ҳеҷ кӯмаки иҷтимоӣ аз давлат намегирад. гӯштам додам, пӯстам додам, молам додам, говам додам, навакам додам, зиимам додам, рӯғамам додам, тухмам додам, ҳамаша дар давлат додам. ин то ҳолир мегира. мар ба назар мегирифтам ки ман имрӯз муҳтоҷам, мунтазирам, я даҳнунду зорам, гӯшниям, ташниям. мара чӯ ба назар намегира давлат.
سال تولد رجبی در سند سال 1915 نوشته شده است. خودش و فرزندانش میگویند که پیرزن در اصل سال 1910 به دنیا آمده است و تمام عمر در دهه دوردست و به آبی مینگچر زیسته است. شوهر رجبی سفرова 47 سال پیش درگذشت. 4 فرزند و برادرانش نیز فوتیدند. 5 دختر داشتم. مولا عبدالرحمن پرونده. من خدادرام مرد، من خرام مرد، خشتورم همش مرد. همین 2 بچه دارم. اینی بچه من میخونه خمال کلبی بایرانه اینمی. بچه کلونم گفتم که اینمی اومدنم خدا رفت ماشین سوار کرد. قدره اومدم درختی بسیار سنمی چرتا. آنم بود بچه ماورد چید. بچه پلوانی زاده داشتم 5 تا کودک داشت. در جماعت لاهور که دهه رجبی تابع آن است میگویند پیرزن تا کنون مثل 29 فرد دراز عمر جماعت کمک میگرفت. از بس که فرزندانش برای ثبت دوباره به حیث افراد کم بضاعت مراجعت نکردند او از فهرست کمک گیرندگان افتاده است. لیکن ما نوابسته از این با هیئت کمیسیا که یکی از سالخورده ترین شخصانی جماعت ما سفر و رجبی داخل می شوند ما حتما رفته از احوال زندگی آن کس خبر می گیریم و به قدر امکان چه که دست ما آید ما با اهل جماعت چگه جماعت کمک خود رو میتیم و برای خطی اویله های کم بضاعت حتما داخل می نماییم. در تاجیکستان برای شخصان کم بضاعت در یک سال 4 مرتبه 100 سومانی کمک پولی میدهند. برای دراز عمرهای مثل بیبی رجبی امتیاز خاص مقرر نشده است و تنها در روزهای جشنها شخصان خیرخواه به عیادتشان میروند و کمک میکنند. در عموم در تاجیکستان 300 نفر از 100 ساله بالا به سر میبرند. در دوشنبه قرار است قبرهای افراد سرشناس را از باغ عینی به آرامگاه لوچوپ بکوچانند. در اینجا در سالهای مختلف ادیبان و شخصیت‌های شناخته تاجیک صدرالدین عینی، باباجان غفورов، جبار رسولov و باقی رحیمزاده دفن شدند. اما حالا شهرداری می‌خواهد باغ را به مکان تفریح و فراغت تبدیل بدهد. علمای دین در نوبت خود میگویند کش دادن قبر نفری در گذشته از نظر اخلاقی ناخوشایند است ولی در صورت استثنایی رواست. فعلا با سازی این باغ ادامه دارد و لکه راهروهای نو و فواره‌ها ساخته شدند. باغ عینی در شهر دوشنبه آخر سالهای 1950 عصر گذشته بنیاد شده. در آنجا نخست جسد صدرالدین عینی دفن گردید. بعداً عادت شد که چهره‌های آبرومند کشور را در آرامگاه لوچوپ به خواب سپارند. و در تاجیکستان افزایشی به یک باره قیمت مواد سوخت گاز و بنزین به مشاهده می رسد. در طول یک ماه اخیر نرخ 1 لیتر بنزین نو 95 از 6 سومانی و 50 درم تا به 7 سومانی و 25 درم بالا رفته است. در ضمن دیگر نوع بنزین هم قیمت شده است. گاز مایع که یکی از سر استعمال ترین مواد سوخت در تاجیکستان به شمار می رود و اکثر کل ماشین های خدمت رسانی و تاکسی و میکرواتوبوس با این نوع سوزشواری حرکت می کنند از 3 سومانی تا 3 سومانی و 90 درم و حتی در برخی مناطق تا 4 سومانی بالا رفته است. فروشنده های مواد سوخت میگویند سبب اصلی قیمت شوی گاز و بنزین کمچینی در واردات است، اما در کل نقطه های فروش مواد سوخت گاز و بنزین فراوان به نظر می رسد و نوبت پایی برای خرید سوزشواری مشاهده نمی شود. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان می رسد، اما شما می توانید به وبسایت ما www.azadi.org بروید و با تازه ترین خبر و گزارش آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی. دسترس از خدا نگهدار.